سلام میگم به همه شما. من قبلا توی کانال یوتیوبی مگاپیکسل نتورک ما در واقع دو تا کتاب فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم من خوندم و اونجا منتشر کردیم توی چند قسمت. یکی کتاب شازده کوچولو بود و دیگری بیگانه. دوستانی که دیده بودند در واقع استقبال کرده بودند، خوششون اومده بود و خب خوب بود. حالا البته بازدید آنچنانی حداقل با معیارهای مثلا کانال های یوتیوبی نخورده بود. البته ما سابسکرایبرون هم همچنان بعد 6 ماه به 1000 تا و اینا نرسیده که، ولی در این حال احساس کردم که این کار خوبیه. یعنی اینکه میشه در واقع بعضی موقع ها کتاب رو اینجا معرفی کرد و به اصطلاح دوستان بدونن که حالا محتوای بعضی از کتاب ها چی هست که بشه رفت و پیگیر بود. بزرگترین محدودیتی که وجود داره برای بحث کتاب بحث کپی رایت هستش. یعنی به هر حال یه ناشری آمده هزینه کرده، کتاب ترجمه شده، چاپ شده، منتشر شده، این حق نشر به اصطلاح، این حق تالیف، این که ما بیم کتاب رو همینجوری برداریم بذاریم توی کانال یوتیوب. البته دیدم بعضی ها این کار رو میکنن، ولی من حداقل ما این کار رو نکردیم. اون دوتا اثر هم به خاطر اینکه قبلا انجام شده بود و حالا خیلی آثار قدیمی بود دیگه، احتمالاً کپی رایتی نداره، انجام داده بودیم. یکی دوتا معرفی کتاب هم بود که در حد معرفی بود. به هر حال من فکر کردم که شاید بشه اینطور انجام داد این کار رو که ما کتاب رو به اصطلاح معرفی کنیم اینجا با ناشرش، با مترجمش، بخشیش رو من بخونم، ولی به هر حال احتمالا بعضی رو و برخی از مخاطبینمان رو ترغیب خواهد کرد که برن کتاب رو بگیرن و به هر حال مطالعه کنن کتاب. این یه نکته دیگه هم راجع به کانال هستش. ما حالا علیرغم چیزهای عجیب و غریبی که توی یوتیوب دیده میشه و به هر حال راه‌های عجیب و غریبی که از احتمالا اینستاگرام به یوتیوب و به توییتر و به بعضی از شبکه‌های اجتماعی به خصوص حالا توی اونجایی که کاربران ایرانی دارن استفاده میکنن، البته جای دیگه هم هست، این صرفا مال ایران نیست، که ما چون بیشتر تو این فضا هستیم دارم میگم. به هر حال این باب شده به هر شکلی با انتشار هر ویدیویی با عنوانهای عجیب و غریب. علیرغم در واقع این موضوع ما سعی کردیم که اون به اصطلاح حد و حدود مخاطب کتاب خونده، مخاطب فرهیخته، مخاطب علاقمند به تاریخ، مخاطب علاقمند به هر حال مثلا دانش جامعه شناسی یا نظایر اینها رو داشته باشیم و نریم سراغ یه سری کارهایی که باور بفرمایید ساختنش از اینجور کار کردن خیلی راحت تر. اما در عین حال به هر حال تعداد سابسکرایبرها، واچ تایم کانال، اینا مهمه، برای ما هم مهمه. منتها خب حاضر نیستیم هر کاری بکنیم به خاطرش. کاری که من میتونم بکنم اینه که خواهش کنم که اگر ویدیو رو میبینید کانال رو حتما سابسکرایب کنید. این کاری نداره، لینکش رو دوستان این زیر میذارن. ببینید شما تو موبایلتون معمولا با گوگل یعنی جیمیل آنلاین باز هستش. وقتی جیمیل بازه شما یوتیوب رو میبینید، کافیه فقط این به اصطلاح دکمه سابسکرایب رو روی صفحه گوشی بزنید و شما در واقع کانال رو دنبال کردید. نهایتاً اگر جیمیلتون باز نیست از شما خواهد خواست که جیمیل رو باز کنید و دیگر اینکه کامنت بذارید، نظر بدید، حالا خوب بد. این خیلی کمک میکنه و ما رو دلگرم میکنه. چیزی الان یادم نمیاد جز این که یه نکته بگم راجع به کتاب. امیدوارم حالا من کتاب رو در واقع کتاب رو معرفی خواهم کرد با ناشرش، نویسندش و مترجمش. کتاب حضور شما عرض میکنم که
بذارید ببینم چند بخش، اینجا چیز ندارم. اینو من پیدا کنم. حالا میگن چرا قبلا 16 بخشه کتاب، 16 بخشه. من از این 16 بخش فقط بخش اول رو، خلاصه بخش اول رو میخونم برای اینکه در واقع یه ذهنیتی از محتوای کتاب ایجاد کنم در ذهن مخاطب و اینکه مخاطب رو ترغیب کنم به اینکه بره و کتاب رو تهیه کنه و مطالعه کنه. امیدوارم تا این حد در واقع حقی رو از کسی چه ناشر چه مترجم ضایع نکرده باشم. بعد خب وسط احتمالاً ورق خواهم زد، ممکنه صدای آزاردهنده‌ای داشته باشه یا چه میدونم توپقی بزنم، اینا هم به بزرگی خودتون خواهید بخشید. عرض میکنم که اما کتاب قدرت بی قدرتان هست، نوشته واتساو هاول و ترجمه احسان کیانیخواه. این واتساو هاول آدم معروفیه، من راجع بهش حرف نمیزنم، نمیخوام خیلی طولانی بشه ویدئو، چون به هر حال این بحث اینترنت و سختیه، حالا وصل شدن به یوتیوب و نمیدونم فیلترینگ و این ماجرا هم هستش. این رو میتونید برید راجع به واتساو هاول بخونید. فقط در واقع عرض کردم ترجمه احسان کیانیخواه هست. فرهنگ نشرونو با همکاری نشر آسیم در 1398 کتاب رو منتشر کردن. کتاب بسیار خوندنی، بسیار کتاب آموزنده، نکات بسیار قابل توجهی توشه و توصیه میکنم حتما کتاب رو برید بگیرید. این اولش بگم، حالا یه خوردش رو میخونم تا ببینیم که شاید حالا علاقه بیشتری ایجاد بشود. کابوسی به جان اروپای شرقی افتاده، کابوسی که در غرب به آن دگر اندیشی نام دادند. البته این کابوس از باد هوا نیامده است. کابوسی که اکنون گریبان نظام را گرفته، نتیجه طبیعی و ناگزیر مرحله فعلی تاریخی آن است. این کابوس از زمانی پدید آمده که این نظام به 1001 دلیل دیگر نمیتواند به اعمال بی قید و شرط و ظالمانه و دل بخواهی قدرت بپردازد و همه جلوه های ناهمسانی را از میان بردارد. گذشته از اینها نظام آنقدر به لحاظ سیاسی متسلب شده که عملاً به هیچ روی نمیتواند این ناهمسانی ها را در دل ساختارهای رسمیش جای دهد. حالا این به اصطلاح دگراندیشان چه کسانی هستند؟ آیا درست است دگراندیشان را نوعی اپوزیسیون بدانیم؟ به فرض که اینطور باشد، نقش چنین اپوزیسیونی در چارچوب نظام فعلی دقیقاً چیست؟ چه کار می‌خواهد بکند؟ چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند؟ برای بررسی هر کدام از این پرسش‌ها، یعنی برای بررسی نیروی بالقوه بی قدرتان، اول از همه باید به بررسی ماهیت قدرت در شرایطی بپردازیم که این آدم‌های بی قدرت در آن عمل می‌کنند. بیشتر اوقات برای توصیف نظام حاکم بر ما از لفظ دیکتاتوری استفاده می شود. به عبارت دقیق‌تر، دیکتاتوری یک بوروکراسی سیاسی بر جامعه‌ای که سعی کردند آن را از نظر اقتصادی و اجتماعی یک دست و همسان کنند. با این واژه معمولاً گروه کوچکی از افراد در ذهنمان تداعی می شوند که حکومت و زمامداری یک کشور را با توسل به زور قبضه کرده اند و کاملاً علنی و با استفاده از ابزارهای بلاواسطه‌ای که در اختیارشان هست اعمال قدرت می کنند. یکی از اساسی ترین جنبه های این دریافت سنتی یا کلاسیک از دیکتاتوری این فرض است که دیکتاتوری امری است موقتی و گذرا و فاقد ریشه های تاریخی، تو گویی وجودش فقط وابسته به حیات بنیانگذارانش است. حتی با همین شرح اجمالی و سطحی هم باید مشخص شده باشد که نظام حاکم بر ما وجهه اشتراک چندانی با یک دیکتاتوری کلاسیک ندارد. اول اینکه نظام ما محدود به یک جغرافیا و محل مشخص نیست، بلکه بخشی از بلوک قدرت عظیمی است که یکی از دو ابرقدرت دنیا بر آن مسلط است. دوم اینکه اگر یکی از مشخصه های دیکتاتوری های کلاسیک همان فقدان ریشه های تاریخیشان باشد،
چون بیشتر مواقع به نظر می رسد این دیکتاتوری ها یا اتفاق غیر مترقبه ای در تاریخ بوده اند یا نتیجه اتفاقی روندهای اجتماعی پیش بینی نشده و تمایلهای انسانی و گروهی. این مشخصه درباره نظام حاکم بر ما آنقدرها هم راحت صدق نمی کند، چون هرچند دیکتاتوری ما مدت هاست مسیرش را از جنبش های اجتماعی خاصی که سرچشمه‌اش بودند جدا کرده، اصالت این جنبش ها، منظورم جنبش های پرولتاریایی و سوسیالیستی قرن 19 است، تاریخمندی انکار ناپذیری به آن می دهد. سوم اینکه این نظام‌ها ایدئولوژی خاصی در اختیار دارند که به مراتب دقیق‌تر است و ساختارهای منطقی‌تری دارد، عموماً قابل درک‌تر است و اصولاً انعطاف پذیری به شدت بالایی دارد و همه این عوامل باعث شده در کمال پیچیدگی و همه جانبگیش کم و بیش به نوعی دین دنیوی پهلو بزنند. در زمانی که قطعیت‌های متافیزیکی و وجودی در وضعی بحرانی هستند و انسان‌ها با آوارگی و بیگانگی دست و پنجه نرم می‌کنند و معنی دنیا کم کم در نظرشان رنگ می‌بازد، این ایدئولوژی قطعاً جذابیت افزون کننده‌ای پیدا می‌کند، چرا که به انسان آواره مأمنی را عرضه می‌کند که سهل و سریع و آسان به دست می‌آید. کافی است دل به آن بسپاری تا ناگهان همه چیز دوباره مثل روز برایت روشن شود، زندگی معنای تازه‌ای به خودش بگیرد و همه رمز و رازها و پرسش‌های بی پاسخ و اضطراب و تنهایی از میان برخیزد. البته این مأمن موقتی تقریباً مفت و مجانی بهای گزافی هم دارد. بابتش باید از عقل و وجدان و مسئولیت شخصی دست کشید، چون یکی از جنبه‌های ضروری و اصلی این ایدئولوژی وانهادن عقل و وجدان خیش به مقام و مرجعی بالاتر است. اصل اساسی در اینجا این است که صاحب قدرت صاحب حقیقت هم هست. چهارم، شیوه اعمال قدرت در دیکتاتوری‌های سنتی خصوصیت ناگزیر دیگری هم دارد. در لحظه و بی مقدمه است. در این دیکتاتوری‌های سنتی سازوکارهای قبضه قدرت معمولاً درست و اصولی برقرار نشده اند و در نتیجه شرایط برای اتفاقهای آنی و اعمال قدرت دل بخواهی و بی‌قاعده بسیار مهیاست و به لحاظ اجتماعی و روانی و فیزیکی میدان برای شیوه‌هایی از ابراز مخالفت هنوز باز است. خلاصه پوسته بیرونی درزهای زیادی دارد که چه بسا تا پیش از تحکیم و تثبیت کل ساختار قدرت شکافته شود. ولی از آن طرف نظام ما بیشتر از 60 سال در اتحاد جماهیر شوروی و نزدیک به 30 سال در اروپای شرقی عمر کرده، ضمناً چندین خصوصیت ساختاری ریشه‌دار را هم از استبداد تزاری به ارث برده است. از نظر جنبه‌های عینی قدرت، همین سابقه چنان سازوکارهای پیچیده و بی‌عیب و نقصی را برای اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت بر کل مردم آفریده که حالا دیگر باید این نوع قدرت عینی را چیزی کاملا تازه به حساب آورد. سرانجام اگر مشخصه دیکتاتوری‌های کلاسیک همان حال و هوای شور انقلابی و رشادت و از جان گذشتگی و خشونت شدید از همه طرف‌های دخیل در ماجرا باشد، باید گفت آخرین نشانه‌های این حال و هوا از بلوک شوروی ناپدید شده است. مدت هاست که این بلوک دیگر مثل گذشته سرزمینی محصور و جا افتاده از بقیه دنیای پیشرفته نیست که از اتفاقها و فرایندهایی که در آن جریان دارد در امان باشد. به عکس بلوک شوروی بخشی جدایی ناپذیر از آن دنیای بزرگتر شده و در سرنوشت آن دنیا سهیم است و نقش دارد. تفاوت عمیق نظام ما به لحاظ ماهیت قدرت با تصور مرسوم از دیکتاتوری، امیدوارم این تفاوت با همین مقایسه کاملا سطحی هم روشن شده باشد. مرا واداشت به دنبال اصطلاح مناسبتری برای نظام خودمان بگردم، البته فقط برای رساندن منظورم در این جستار. پس اگر از این به بعد برای این نظام از اصطلاح پساتوتالیتر استفاده می کنم، به خوبی می دانم که این اصطلاح احتمالاً دقیق ترین اصطلاح ممکن نیست، ولی از آن طرف هم اصطلاح بهتری برایش نیافتم. پس در واقع راجع به نظام دیکتاتوری در اروپای شرقی که از شوروی کمونیست آمده داره صحبت میکنه. حالا ادامه. صاحب یک سبزی فروشی بین آن همه پیاز و هویج
این شعار نوشته را هم به شیشه مغازه‌اش چسبانده است: کارگران جهان متحد شوید. چرا این کار را کرده است؟ می‌خواهد چه پیامی را به دنیا برساند؟ آیا حقیقتاً و از ته دل شیفته و دلبسته اندیشه اتحاد میان کارگران جهان است؟ به نظرم با اطمینان میتوان گفت که اکثریت قاطعی از مغازه‌داران هیچ وقت نه به شعار نوشته هایی که پشت شیشه مغازه هایشان میچسبانند فکر میکنند و نه اصلا با این شعار نوشته ها به دنبال بیان عقاید واقعیشان هستند. شعار نوشته را اداره مرکزی صنف به همراه هویج‌ها و پیازها برای سبزی فروش ما فرستاده است. او هم همه را در ویترین مغازه‌اش گذاشته، فقط به این دلیل که سالها روال کار به همین ترتیب بوده و همه همین کار را می‌کنند و اصلا باید همینطور باشد. چون اگر کسی این کار را نکند برایش دردسر درست می‌شود. این یکی از آن هزاران کار جزئی است که برای تداوم یک زندگی نسبتاً آرام و بی‌دردسر و به تعبیری همسو با جامعه باید انجام داد. پیداست که سبزی فروش اعتنایی به محتوای معنایی آن شعار نوشته ندارد. یعنی چسباندن آن شعار نوشته به پشت شیشه مغازش ناشی از میل شخصی او برای بیان عمومی آرمان نهفته در آن نیست. شعار نوشته‌ای که او پشت شیشه‌اش چسبانده واقعاً یک نشانه است و به همین دلیل پیام نهفته اما بسیار مشخصی دارد. در این حال این پیام سپری هم اینجاشم بخونم. شاید بتوان پیامش را در قالب کلمات به این ترتیب بیان کرد: من الف به سبزی فروش این محل که اینجا زندگی می کنم می دانم چه باید کرد. رفتارم طبق انتظاری است که از من دارند. قابل اعتماد هستم و مولای درز کارهایم نمی رود. هرچه گفتند کرده ام و در نتیجه حق دارم در صلح و صفا به کار و زندگیم برسم. البته این پیام مخاطبی هم دارد. مخاطبش همان بالا دستی ها هستند، مقام های مافوق آقای سبزی فروش. توجه داشته باشیم که اگر به سبزی فروش دستور داده بودند شعار نوشته‌ای با این مضمون را در معرض دید بگذارد که من می ترسم و بنابراین بیچون و چرا من می ترسم و بنابراین بیچون و چرا از اوامر چرا اینجوری شد؟ بذارید از اول بخونم. حالا یا کات میکنم اینجا رو یا همجوری میذارم بمونه، اب نداره. توجه داشته باشیم که اگر به سبزی فروش دستور داده بودند شعار نوشته‌ای با این مضمون را در معرض دید بگذارد که من میترسم و بنابراین بیچون و چرا از اوامر اطاعت میکنم، دیگر او اینقدر به معنی شعار نوشته بی‌اعتنا نمی بود. هرچند این جمله بیانگر حقیقت این مطلب است. در آن صورت سبزی فروش از اینکه چنین جمله روشنی را که چنین بی ابهام خفت و خاری او را بیان می کرد به معرض دید همگان بگذارند شرمنده و خجالت زده می شد. و خب البته طبیعی هم هست، چون او هم انسان است و برای خودش عزت نفسی قائل است. پس برای غلبه بر این معضل بیان وفاداری او باید در شکل و قالب نشانه‌ای باشد که دست کم در ظاهر بیانگر اعتقاد خالی از منافع شخصی است، طوری که به سبزی فروش امکان دهد بتواند بگوید خب چه اشکالی دارد کارگران جهان متحد شوند. بدین ترتیب این نشانه هم به سبزی فروش کمک می کند که زیربنای سست اطاعتش را از خودش پنهان کند و هم زیربنای سست قدرت را پنهان نگه می دارد. این نشانه این هر دو زیربنای سست را پشت یک نمای بیرونی پرشکوه پنهان می کند. ایدئولوژی شیوه دلفریب و غلط اندازی برای ارتباط با جهان است. به انسانها توهم هویت، کرامت و اخلاق می دهد، اما در واقع راه را برای دست کشیدن از همه آنها هرچه هموارتر می کند. چون منبع چیزی فراشخصی و عینی است، به افراد امکان می دهد وجدانشان را فریب دهند و عقیده حقیقی و راه و رسم زندگی خفتبارشان را از چشم جهانیان و خودشان پنهان نگه دارند. ایدئولوژی عذر و بهانه‌ای است که به کار همه کس می آید، از سبزی فروش گرفته که ترس از دست دادن کار و کاسبیش را پشت علاقه‌ای ظاهری به اتحاد کارگران جهان مخفی می کند،
تا عالی‌ترین صاحب منصبان حکومتی که می‌توانند شوق و شهوت باقی ماندن در قدرت را در لفافه عبارت‌ها و گفته‌هایی با مضمون خدمت به طبقه کارگر و محروم پنهان نگه دارند. بنابراین کارکرد اصلی و توجیهگر ایدئولوژی دامن زدن به این توهم افراد چه قربانیان و چه ارکان قدرت در نظام پساتوتالیتر است که نظامشان با نظم انسانی و نظم عالم سازگار است. هرچند ابعاد یک نظام دیکتاتوری کوچکتر و جامعه تحت حکمرانی آن به دلیل مدرن نشدن کمتر طبقاتی و لایه‌بندی شده باشد، خواست و اراده دیکتاتور مستقیم‌تر می‌تواند اعمال شود. ولی وقتی سازوکارهای قدرت پیچیده‌تر می‌شود و جامعه تحت آن قدرت بزرگتر و پرلایه‌تر می‌شود و عمر تاریخی بیشتری بر آن نظام می‌گذرد، رابطه افراد با آن بیرونی‌تر می‌شود و توسل به عذر و بهانه‌های ایدئولوژیک اهمیت بیشتری می‌یابد. ایدئولوژی در اینجا مثل پلی عمل می‌کند میان رژیم و مردم. همین است که توضیح می‌دهد چرا ایدئولوژی چنین نقش مهمی در نظام‌های پساتوتالیتر دارد. آن دستگاه عظیم پیچیده متشکل از واحدها، سلسله مراتب، واسطه‌های نقل و انتقال و ابزارهای جانبی کنترل که از راه‌های بیشمار ضامن یکپارچگی رژیم هستند و چیزی را به دست بخت و احتمال و تصادف رها نمی‌کنند، بدون یک ایدئولوژی که بتواند عذر و بهانه‌ای کلی و نیز عذر و بهانه‌ای برای تک تک اجزا فراهم بیاورد، تصور ناپذیر می‌نمود. میان اهداف نظام پساتوتالیتر و اهداف زندگی مغاکی عظیم وجود دارد. زندگی در ذات خودش در مسیر تکثر، تنوع، خودساختگی و خودسامانی و در یک کلام در مسیر تحقق آزادیش به پیش می رود. حالانکه نظام پساتوتالیتر خواهان همرنگی، همسانی و نظم و انضباط است. این نظام فقط تا جایی در خدمت مردم است که ضروری است. این نظام فقط تا جایی در خدمت مردم است که ضروری است. آن هم ضروری به منظور تضمین خدمت گرفتن متقابل از مردم. بنابراین میتوان گفت هدف درونی نظام پساتوتالیتر، آنطور که در نگاه اول به نظر میرسد، فقط حفظ قدرت در دستان حلقه بسته حاکم نیست. به عکس، پدیده اجتماعی صیانت از خود تحت شعاع چیزی فراتر است، نوعی اتوماتیسم کورکورانه که نظام را پیش میراند. افراد هر جایگاهی هم که در سلسله مراتب قدرت داشته باشند فرقی نمی کند. نظام هیچ ارزشی برای آنها فی نفسه قائل نیست و آنها را صرفاً به چشم سوخترسان و راه اندازنده این اتوماتیسم می نگرد. به همین دلیل قدرت طلبی فرد فقط تا جایی مجاز است که همسو و منطبق با اتوماتیسم نظام باشد. نظام پساتوتالیتر همیشه و در هر قدم مردم را لمس می کند، اما همیشه با دستانی پوشیده در دستکش‌های ایدئولوژیک. برای همین است که زندگی در این نظام چنین آکنده از درویی و ریا و دروغ است. حکومت بوروکراتیک حکومت مردمی خوانده می شود. کارگران به نام طبقه کارگر به بردگی کشیده می شوند. به خواری و خدمت کشاندن افراد با عنوان آزادی تمام عیار عرضه می شود. محروم کردن افراد از اطلاع رسانی خوانده می شود. استفاده از قدرت برای ملعبه سازی نظارت عمومی بر قدرت خوانده می شود و سوء استفاده دل بخواهی از قدرت رعایت قانون، سرکوب فرهنگ، رشد و توسعه فرهنگ خوانده می شود. توسعه نفوذ امپریالیستی به نام دفاع از ستمدیدگان عرضه می شود. فقدان آزادی بیان در لباس عالی‌ترین شکل آزادی ارائه می شود. به انتخابات‌های نمایشی مضحک عالی‌ترین شکل دموکراسی اطلاق می شود. ممنوعیت تفکر مستقل علمی ترین جهانبینی نام می گیرد و اشغال نظامی هم می شود کمک برادرانه. چون رژیم در بند دروغ‌های خودش است، باید همه چیز را جعل کند و چون
چون رژیم در بند دروغ‌های خودش است، باید همه چیز را جعل کند و وارونه جلوه دهد. باید گذشته را جعل کند، باید حال را جعل کند و باید آینده را هم جعل کند. باید آمارها را جعل کند. باید منکر این شود که یک دستگاه امنیتی فراگیر، غیر پاسخگو و خود سر دارد. باید وانمود کند به حقوق بشر احترام می‌گذارد و باید وانمود کند کسی را مورد پیگرد و آزار قرار نمی‌دهد. باید وانمود کند که از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسد. باید وانمود کند که در هیچ موردی وانمود نمی کند. نیازی نیست مردم همه این مغلطه ها را باور کنند، اما باید چنان رفتار کنند که گویی باورشان دارند، یا دست کم در سکوت از کنارشان بگذارند، یا پیشانهایی که کار می کنند صدایش را در نیاورند. ولی به همین دلیل باید در بطن یک دروغ زندگی کنند. لزومی ندارد این دروغ را بپذیرند. کافی است بپذیرند که با این دروغ و در بطن آن زندگی کنند، زیرا بدین ترتیب بر نظام صحه می‌گذارند. اطاعتشان را از نظام نشان می‌دهند، نظام را می‌سازند و اصلاً خود نظام می‌شوند. چنان که دیدیم، معنای واقعی شعارنوشته سبزی فروش هیچ ربطی به معنای ظاهری آن ندارد. سبزی فروش با تنها صدایی که رژیم قادر به شنیدنش است اعلام وفاداری می‌کند، چون هیچ راه دیگری برای پذیرفته شدن اعلام وفاداریش ندارد. اما با این کار خودش هم یکی از بازیگران این بازی می شود و بدین ترتیب ادامه بازی و حتی اصلا وجود خود بازی را امکان پذیر می سازد. اگر ایدئولوژی در اصل پلی بود میان نظام و فرد در مقام فرد، همین که او قدم روی این پل می‌گذارد، ایدئولوژی همزمان بدل به پلی می‌شود میان نظام و فرد در مقام یکی از اجزای تشکیل دهنده این نظام. همین نظام متافیزیکی است که ضامن آن انسجام درونی در ساختار قدرت توتالیتر است. چسبی است که همه اجزا را کنار هم نگه می‌دارد. اصل پیوند دهنده این ساختار است و ابزاری برای برقراری انضباط. ساختار توتالیتر بدون این چسب دیگر پا بر جا نمی‌ماند. به ذرات منفردی تجزیه می شود که هر کدام با منافع و گرایش‌های بی‌قاعده به قانون خاص خودشان با بی‌نظمی هرچه تمامتر به همدیگر برخورد می کنند. در نبود این عامل پیوند دهنده کل هرم قدرت توتالیتری بر هم فرو می ریزد، درست مثل انفجاری که در سازه‌های مادی رخ می دهد. ایدئولوژی که تفسیر ساختار قدرت از واقعیت است، همیشه در نهایت تحت شعاع منافع ساختار قرار می‌گیرد. بنابراین در دل ایدئولوژی گرایشی طبیعی برای جدا کردن خودش از واقعیت و خلق جهانی از ظواهر و تبدیل شدن به یک آیین وجود دارد. در جوامعی که رقابت عمومی برای کسب قدرت وجود دارد و در نتیجه آن قدرت تحت نظارت عمومی است، طبیعتاً نحوه مشروعیت بخشیدن به ایدئولوژی قدرت به خودش هم طبیعتاً نحوه مشروعیت بخشیدن ایدئولوژی که قدرت به خودش هم تحت تأثیر نظارت عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین در چنین شرایطی همیشه عوامل تصحیح کننده معینی وجود دارند که به نحو مؤثری نمی‌گذارند ایدئولوژی به کلی دست از واقعیت بشوید. اما در نظام‌های توتالیتر خبری از عوامل تصحیح کننده نیست و در نتیجه چیزی نیست که بتواند جلودار هرچه دورتر شدن ایدئولوژی از واقعیت و تبدیل شدن تدریجیش به چیزی شود که در نظام‌های پسا توتالیتر می‌بینیم. جهانی از ظواهر، آیین صرف، زبانی صوری و تشریفاتی که هیچ ربط و معنایی به واقعیت ندارد. و بدل به مجموعه‌ای از علایم آیینی شده است که شبه واقعیت را به جای واقعیت می‌نشاند. ایدئولوژی در عین حال بدل به یکی از اجزای هرچه مهمتر قدرت هم می‌شود، رکنی اساسی که هم مشروعیتی توجیهگرانه و هم انسجامی درونی به آن می‌بخشد. بدین ترتیب قدرت هم اندک اندک به جای واقعیت بیشتر به سمت ایدئولوژی میل می کند. نیرو و قوتش را از نظریه می گیرد و کاملا وابسته به آن می شود. چون ایدئولوژی ضامن اصلی انسجام درونی قدرت است، پس نقش هرچه تعیین کننده تری هم در تداوم آن قدرت پیدا می کند.
مسئله جانشینی در رأس هرم قدرت در دیکتاتوری‌های کلاسیک همیشه مسئله پیچیده و دردسرساز است، حالانکه در نظام پساتوتالیتر شیوه انتقال قدرت از یک شخص به شخص دیگر و از یک دسته به دسته دیگر و از یک نسل به نسل دیگر اساساً قاعده‌مندتر است. طبیعتاً جدال بر سر قدرت در نظام پساتوتالیتر هم صورت می‌گیرد، اما این جدال برخلاف دیکتاتوری‌های کلاسیک هرگز جوهره نظام و تداوم آن را به خطر نمی‌اندازد. نهایتش ترک‌هایی در ساختار قدرت ایجاد می‌کند که البته خیلی سریع ترمیم می‌شود، چون آن ملات ایدئولوژی ترکی از این لرزه‌ها بر نمی‌دارد. اما دیکتاتوری آیینی باعث می شود قدرت کاملا بینام و نشان بماند. افراد کم و بیش در دل آیین حل می شوند. آیا این از مشخصه های نظام پساتوتالیتر نیست که در آن در تمام سطوح سلسله مراتب قدرت افراد بینام و نشان و دست نشانده، یعنی آن مجریان یونیفرم پوش آیینها و مناسک قدرت، روز به روز بیشتر افراد را از این نظام کنار بزنند؟ این عملکرد اتوماتیک ساختار قدرت که هم از این رو غیر انسانی و بیچهره شده، از ویژگی‌های بنیادین اتوماتیسم این نظام است. دقیقاً درست به حکم همین اتوماتیسم است که آدم‌های فاقد هر گونه اراده شخصی برای ساختار قدرت برگزیده می‌شوند. دقیقاً به حکم الفاظ توخالی است که افرادی به قدرت رسانده می‌شوند که توانایی استفاده از همین الفاظ توخالی را داشته باشند. الفاظی توخالی که بهتر از هر چیز تداوم نظام پساتوتالیتر را تضمین می‌کنند. ضرورت پنهان شدن همیشگی پشت آیین و نسبت دادن خود به آن بدین معناست که حتی اعضای روشنفکرتر ساختار قدرت هم غالباً توانایی رها کردن خودشان از بند ایدئولوژی را ندارند. حتی آنها هم هرگز قادر نیستند با عمق واقعیت عریان مواجه شوند و همواره این واقعیت را در تحلیل نهایی با شبه واقعیت ایدئولوژی خلط می کنند. به عقیده من یکی از دلایلی که کنترل اوضاع در 1968 از دست دوبچک و همراهانش خارج شد درست همین بود که آنها در شرایط حاد و در مسائل نهایی هیچ وقت نتوانستند خودشان را کاملا از قید و بند دنیای ظواهر خلاص کنند. بنابراین میتوان گفت در نظام پساتوتالیتر ایدئولوژی که ابزاری برای ارتباط درونی ساختار قدرت است و انسجام داخلیش را تضمین می‌کند، از جنبه‌های فیزیکی قدرت فراتر می‌رود و تا حد قابل توجهی این قدرت را در چنگ خودش می‌گیرد و در نتیجه معمولاً تضمینی برای تداوم این قدرت هم هست. در واقع ایدئولوژی یکی از ستون‌های استحکام و پایداری روبنای نظام است. اما این ستون روی زیربنای بسیار سستی ساخته شده است. ستونی ساخته شده بر پایه دروغ‌ها. این ساختمان تا زمانی دوام خواهد آورد که مردم حاضر باشند زیر سقف دروغ زندگی کنند. عرض کردم من بخشی از کتاب رو در واقع خلاصه کردم. این کتاب بذارید بخونم 164 صفحه است. من حدود عرض میکنم 28 صفحه اول کتاب رو خلاصه ایش رو 23 صفحه اول کتاب رو خلاصه ایش رو براتون خوندم. کتاب قدرت بی قدرتان نوشته باسم پاول، ترجمه احسان کیانی خواه، نشر عرضم خدمتتون که فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم 1398 تهران. امیدوارم که پسندیده باشید. این خوندن بد من این موقعشم که خیلی هم دیر وقته و مجبور بودم یه خود یواشتر بخونم، یعنی آرامتر بخونم که صدام بقیه ساکنین خونه و همسایه ها رو بیدار نکنه، باعث بشه که ترغیب بشید برید کتاب رو بخونید. کتاب بسیار کتاب آموزنده و کتاب خواندنی است در به اصطلاح زمینه جامعه شناسی سیاسی و فلسفه. اون حرفایی که راجع به کانال گفتم رو دیگه تکرار نمی کنم، خلاصش رو میگم، یعنی اون خواهشم رو تکرار میکنم که سابسکرایب کنید. اگر میپسندید به دوستانتون هم معرفی کنید، این به ما دلگرمی میده. خیلی ممنونم.